سلام. توی این ویدیو میخوایم فیلم های رابرت اگرز رو معرفی کنیم و بگیم که چرا باید این فیلم ها رو ببینیم. رابرت اگرز یکی از خاص‌ترین فیلمسازهای معاصر تقریبا. کارگردانی که وقتی فیلماشو نگاه میکنیم انگاری که واقعا داری یه سفر عجیب و غریب رو تجربه میکنیم. فضاهاش تاریکن، داستانش هم پر از رمز و رازن واقعا. یه طوری که شما قطعا وسط فیلم اون رو رها نمی‌کنید و برید 100% وقتی شروع می‌کنید تا آخر فیلم میشینید و نگاه می‌کنید و روزها این فیلم‌ها شما رو درگیر می‌کنن و فیلم‌ها یه طوری که انگار از دل یک کتاب قدیمی یا افسانه بیرون اومدن و بابت اینکه سبک منحصر به فرد خاص خودش رو داره، بابت اینکه به این جزئیات تاریخی داره توجه میکنه، همیشه مورد تحسین قرار گرفته این کارگردان. نه همیشه، ولی بابت خیلی از فیلماش. اولین فیلمی که میخوایم در موردش صحبت کنیم The Witch برای سال 2015 یا همون جادوگر. ماجرای این فیلم توی نیو انگلند اتفاق میفته. یه خانواده‌ان که به خاطر اعتقادات مذهبیشون از جامعه طرد شدن و توی یه کلبه وسط جنگل زندگی میکنن. اما یکم که زمان میگذره نوزاد خانواده جلوی چشمای خواهر بزرگترش توی جنگل ناپدید میشه و این تازه شروع بدبختی هست. محصولات کشاورزیشون خراب میشه. بز سیاهشون واقعا انگار جن زده است. اعضای خانواده کم کم شروع میکنن و همدیگه شک میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ اون بچه چی شد؟ محصولاتشون چی شد؟ بز چرا اینطوره؟ اینا به خاطر ترس، وسواس مذهبیه. باید ببینید تا به این سوالاتون جواب بدید. فیلم بعدی رابرت The Lighthouse برای سال 2019 یا فانوس دریایی. 2 نگهبان فانوس دریایی هستند. یکیشون پیر و یکیشون جوون. قراره 4 هفته برن به یه جزیره دور افتاده و اونجا کار کنن. هر چی زمان می‌گذره اوضاع عجیب‌تر میشه. پیرمرد یه رفتار مرموزی داره. انگار یه رازهایی توی این فانوس دریایی مخفی شده. جوون‌تره که بازیگرش رابرت پاتینسون هم هست. داره کم کم عقلش رو از دست میده بابت اتفاقات. طوفان میشه، آب نیست، غذا داره کم میشه و توی اون تنهایی، توی این گرسنگی و تشنگی معلوم نیستش چی واقعیه، چی توهمه و کدوم جنونه. فیلم بعدی مرد شمالی The Northman برای سال 2022. این فیلم یه حماسه وایکینگیه. درباره یه شاهزاده است که عموش پدرش رو به قتل رسونده. بعد از سالها برگشته تا انتقام قتل پدرش رو بگیره. یه طوری میتونیم بگیم این فیلم یه نسخه وایکینگی هملت شکسپیره، پر از خشونت، خون، انتقام، اسطوره‌های باستانی. و این شاهزاده یک سفری رو شروع میکنه تا این انتقام رو بگیره. اما این فیلم داستانی انتقام گیری ساده نیست. سفریه که شاهزاده رو درگیر گذشته‌اش، تقدیرش، سرنوشتش میکنه. در نهایت یک سوال مطرح میشه: انتقام همیشه ارزشش رو داره یا فقط آدم‌ها رو تبدیل به هیولا میکنه؟ فیلم آخری که میخوایم معرفی کنیم نوسفراتو برای سال 2025. این فیلم یه فیلم خوناشامی کلاسیکه. داستان یه خوناشام باستانیه که وارد زندگی یه زن جوون میشه و اون رو به تسخیر خودش در میاره. ولی این یه فیلم ساده خوناشامی مثل ومپایر دایریز نیست بچه‌ها. در مورد عشق، جنون و تنهایی بابت اینکه این کارگردان همیشه این موارد رو توی فیلماش بررسی میکنه و اینکه یه داستان عمیق و تاریک درباره نفرین ابدی، عشق ناممکن و وحشتیه که توی تاریکی کمین کرده. و بچه‌ها، بازیگری که این فیلم داره لیلی روز دپ، دختر جانیه. می‌خواستم از همین تریبون بگم که من دارم از دخترت حمایت میکنم، جانی عزیزم. پس این فیلم‌ها رو حتما ببینید. اگه تا اینجا دیدید ویدیوی من رو، خیلی ممنونم ازتون. فیلم‌ها رو ببینید، بیایید نظرتون رو بهم بگید. من واقعا عاشق اینم که در مورد فیلم‌ها صحبت کنم و غیبت کنیم در موردشون. خیلی خوش می‌گذره. و اینکه بازم میگم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید، much you